و اصل قرآن و سنت است. کل علمای اهل سنت میگه اصل قرآن است و سنت است. بعد از او اجماع میه، بعد از او قیاس میه، اجتهادات پسان میه، کلشان. لکن مشکل در چی هست؟ مشکلی است که ما نمیخوانیم، ما از مذهب خبر نداریم، ما کتابهایش باز نکردیم، ما فقط تعصب کردیم، ما فقط تکبر کردیم. اونا چقدر به قرآن عزت میدادن، اونا چقدر به سنت رسول الله صلی الله علیه و آله عزت میدادن، چقدر خدا فدای دین کرده بودن، ما خبر نداریم. از این خاطر بعضی کسا در مورد این شخصیت ها افراط میکنن و بعضی کسا تفرید میکنن. بعضی ها اینا را از مقام انسانیت میکشن، میبرشان صفات خداوند برش میگن، و بعضی کسایی هستن که با بسیار بی‌ادبی در مقابل از اینا برخورد میکنن و کل ازی اساسش تعصب و تکبر است. و انسان متعصب و انسان متکبر هیچ وقت هدایت نمیشه، هیچ وقت هدایت نمیشه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، نکنین بخوانین مطالعه کنین شخصیت ها را. بعضی کسا در مقابل شخصیت ها بی‌ادبی میکنن. این از اخلاق اسلام نیست که ما در مقابل یک عالم اسلامی که معلومات دربارش نداریم و تقوایی که اونا داشتن، اخلاصی که اونا داشتن، خدمتی که برای دین کردن، ما با بی‌ادبی حتی نامشان بدون رحمه الله یگان تا بی‌ادبی میکنه. این در اسلام نیست برادرای عزیز. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شخصیتی بسیار عالی بود. وقتی شاگردش نوشته میکرد برش میگفت لا تکتبوا عنی کل شیء، هر چیز از من نوشته نکنین. امروز من این نظر دادم، شاید صبا نظرم چی شوه تغییر بکنه. برای شاگردای خود گفت که اذا صح الحدیث فهو مذهبی. مذهب چی نمیگن؟ راه، روش و طریقه. به طریقی که من میرم قرآن است، به طریقی که من میرم سنت رسول الله صلی الله علیه و آله است. اما میشه که بعضی احادیث از پیش ما مانده باشه. بعضی از اصحاب کرام کلش در کوفه نامده بودن که در اونجا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بود. پس احادیث دیگه که مثلا در مصر بود، در شام بود، از او خاطر مانده باشه. از این خاطر برشان یک قاعده داد که وقتی که حدیث صحیح یافتی اونمون مذهب ماست. پس تو از حنفیت، اگر مذهب تو هم حنفی هست به حساب اجتهادات فقهی، اگر تو حدیث صحیح تطبیق میکنی تو از مذهب احناف نمیبرایی. پیرو اصلی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کسی است که وقتی که حدیث صحیح بیفته مطابق گفته خود امام چی کنه؟ به او عمل بکنه، چرا که او گفته اذا صح الحدیث فهو مذهبی. اما پسان باز وقتی که عصر تعصب آمد، باز گفتن هر قولی که مخالف قول امام ما باشه، ولو که آیت قرآن باشه یا حدیث پیغمبر، یا تعویلش میکنیم یا منسوخ است. پس این گپ در عصر چی برآمد؟ در عصر تعصب. پس اگر ما شاگرد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میشیم، شاگرد غیر متعصبش باشیم به قول خودش. از این خاطر اونا شاگردای خود این قسمی تربیه نکردم که هر چی ما گفتم اونم قسم. از این خاطر میگه که مذهب احناف سه بخش شدن. من ماستری خود در فقه احناف گرفتیم. خب من وقتی که گپ میزنم تو گپ از دل خود گپ نمیزنم. و بعضی کساست که یک خلاصه را خوانده، اما خلاصه را متنش خوانده نمیتونه. اما وقتی که ما لیسانس گرفتیم، ماستری گرفتیم، در فقه احناف در کتاب به کتاب، صفحه به صفحهش خواندیم، پس در اونجا گفت که مذهب احناف سه بخش تقسیم شدن. دو بخشش اجتهادات شاگردایش است، یک بخش اجتهاد استاد است. یعنی شاگردش با استاد خود در بعض اجتهادات مخالفت کردن و علمایی که آمدن نظرش اجتهاد شاگرد گرفتن، اجتهاد استاد ترک کردن. از این خاطر وقتی که گپا را ما نمیفهمیم، گپ امام مالک نمیفهمیم، گپ امام ابو حنیفه را نمیفهمیم، گپ امام احمد ابن حنبل نمیفهمیم، گپ علمای بزرگ نمیفهمیم، برای خود یک چیز دیگه جور کردیم، یک شکل تعصبی. از این خاطر یکی دکله دیگه میزنه، یکی دکله دیگه میزنه، یکی دکله دیگه میزنه. دست از اونها این گپا نبود. هیچ. وقتی که حدیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میرسید عمل میکردن و هیچ نوع تکبر و تعصبی نداشتن. و اصل قرآن و سنت است. کل علمای اهل سنت میگه اصل قرآن است و سنت است. بعد از او اجماع میه، بعد از او قیاس میه، اجتهادات پسان میه، کلشان. لکن مشکل در چی هست؟ مشکلی است که ما نمیخوانیم، ما از مذهب خبر نداریم، ما کتابهایش باز نکردیم، ما فقط تعصب کردیم، ما فقط تکبر کردیم. اونا چقدر به قرآن عزت میدادن، اونا چقدر به سنت رسول الله صلی الله علیه و آله عزت میدادن.
چقدر خدا فدای دین کرده بودن، ما خبر نداریم. از این خاطر بعضی کسا در مورد از شخصیت ها افراط میکنن و بعضی کسا تفرید میکنن. بعضی ها اینا را از مقام انسانیت میکشن، میبرشان صفات خداوند برش میگه، و بعضی کسایی هستن که با بسیار بی‌ادبی در مقابل از اینا برخورد میکنن و کل ازی اساسش تعصب و تکبر است. و انسان متعصب و انسان متکبر هیچ وقت هدایت نمیشه، هیچ وقت هدایت نمیشه.